سلام بچه ها، چطورین؟ امیدوارم همتون خوب و سلامت باشین. بچه ها، داستان زندگیمو ادامه میدم که براتون تعریف کرده بودم. آره، من با بابای شهر تا چقایق ازدواج کردیم و هیچی، بیچاره شدم ببق زدن بالا دادن نه، براتون تعریف میکنم. لوس بازی رو بذار کنار، شهناز جذاب لعنتی، راستشو بگو. آره بچه ها، این اعظم منو بچه ها، اینو داشتم میگفتم. آره دیگه ما ازدواج کردیم. گفتم همون روز اول، گفت چرا آینه دستشویی اینقدر لک داره؟ بابا لامصب، مگه چیز گرفتی؟ کلفت گرفتی؟ میدونم، گفتم دارم ادامه میدم. بالاخره بچه ها، خلاصه بهتون بگم، ما زندگیمونو کردیم. تازه من فهمیدم چه اشتباهی کردم، چون عقاید اون کاملا با عقاید من فرق داشت، فرهنگش کاملا با من فرق داشت. بعد دیگه مجبور شدم که قبول کنم دیگه، زندگی رو ادامه بدم، چون دیگه 2 تا دختر داشتم، 2 تا بچه داشتم. گفتم اب نداره، هی گذشت کردم تا به انتها رسید که نتونست اجاره خونه ها رو بده. ما مجبور شدیم که اساسامون دیگه پلوم صابخونه قرار بگیره. اینا رو براتون تعریف کرده بودم. بعدش چی شد؟ بعدش به اینجا کشیده شد که من مجبور شدم حتی 3 ماه رفتم توی روستا زندگی کردم. بعدش دیگه بچه ها اسیر بودن. دیگه بهتون بگم دیگه این خیلی برای بچه ها ناجور بود، مشکل بود اینا. بعد دیگه مجبور شدم که رفتم دیگه، خودم یه مقداری اساس دست دوم گرفتم دیگه، آوردم زندگیمون رو ادامه دادیم، چون زندگی همیشه ادامه داره با همه سختیاش. دیگه ما مجبور شدیم رفتیم. بعد یادمه که چون شوهر من پسر خالم بود، یادمه که خالم فوت شد، خدا رحمتش کنه، که من رفته بودم ختم. بعد سالها بچه ها عمه‌هاشون رو دیده بودن تو مسجد، ما هم دیگه رو دیدیم که اصلا نیومدن جلو، انگار اینا خواهرزاده شونن. اون که هیچی. یکی از عمه‌هاش هم اصلا نیومده بود، گفته بود به خاطر من که شهناز اومده. انقدر کینه، انقدر که انگار طلبکارم بودن، زندگی منو نابود کرده بودن، طلبکارم بودن. بعد دیگه اینطوری شد که توی خط، و جالب بود که یکی از خواهرشوهرام دیگه مجبوری ما رفتیم خونش. جالب بود که شوهر من به همه خانوادش دروغ گفته بود شهرناز وقتی من پول داشتم پلو من بوده، حالا که پول ندارم گذاشته رفته، در صورت که اصلا اینطوری نبوده. ما بهش خیلی فرصت دادیم، تو خیابون بودیم با ساکامون، اصلا عرضه یه خونه اجاره کردن نداشت. بالاخره ما دیگه قیدش رو زدیم، چون به هیچ صورت، که حتی ارثیه باباشم گرفته بود، حتی باز من بهش زنگ زدم، گذشت کردم، گفتم میتونی یه خونه اجاره کنی زندگیمون رو ادامه بدیم؟ میگفت چاله چوله زیاد داشتم، این پولام رفته دیگه. یه همچین مردی نمیتونست جایی داشته باشه تو خانواده. منم با 2 تا دخترای کوچولو که کوچیک بودن دیگه شروع کردم، گفتم زندگی ادامه داره، اینا گناه دارن، دخترم فلا اینا. تمام جوونیمو زندگیمو گذاشتم برای اینا. گفتم تا آخرشم میرم، که تا آخرشم اومدم. خدا رو شکر که زندگیمو نباختم. بچه ها، هیچ موقع تو زندگیتون ناامید نشید، چون زندگی ادامه داره. باید بریم جلو 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 جلو. درسته خیلی سختی داره، کمر درد داره، گردن درد داره، دست درد داره، پدرمون در میاد، اما خب باید این راهو ادامه داد، باید زندگی کرد، چون داریم نفس میکشیم. اینم از داستان زندگی من که تا اینجاش دیگه براتون گفتم که چه جوری شده. دیگه بچه ها هم من مدرسه گذاشتم، کانون زبان گذاشتم. بگو بگو دارم میده دیده تناز دیده این همه زمان بتسه. بعد دیگه زبانم گذاشتم، دانشگاهم رفتن، رشته‌ای که دوست داشتن ادامه دادن، کش دومی تو آشپزخونه. بعد
ادامه دادن. بعد دیگه براتون بگم که دیگه زندگیمون ادامه پیدا کرد، خدا رو شکر دیگه اینا لیسانسشون رو گرفتن به امید خدا. امیدوارم که در آینده هم موفق بشن و همه بچه ها موفق بشن. بچه ها من توی مدرسه اینا نماینده کلاسشون بودم، معلم ورزششون بودم. بعد بهتون بگم هر جا جشنواره کودک بود اینا همیشه میبردمشون، هر جا که برنامه کودک بود میبردمشون. الانم که بزرگ شدن همینطوری من پای سرشونم والا به حضرت عباس. بعدش هم بچه ها من خودم زندگیمو نباختم چون بالاخره بچه هامو بزرگ کردم، فلا اینا باز خودش خیلیه. اما خب بچه ها یادتون باشه خودتون رو فراموش نکنین. ما هم آدمی، ما هم داریم زندگی میکنیم، بالاخره درسته آدم بچه داره اما نباید خودمون رو فراموش کنیم. الان نیمه گم شده من نمیدونم کجاست، الان نیمه گم شده من کجاست. من تا آخرین لحظه دنبال نیمه گم شدم میگردم پیداش نمیکنم. شرطت کجاست؟ میگه تو کوهه، شاید پشت کوهه. مطمئنی؟ کدوم کوه؟ همون کوهی که دل بر خونه داره، آی بله، همون کوهی که دل بر خونه داره، آی بله. بچه من اتفاقا روستا رو خیلی دوست دارم. وقتی میگم کوه یاد روستا میافتم. روستا همه چیز طبیعیه. خیلی دوست دارم نون پختن رو یاد بگیرم، خیلی دوست دارم خودم ماست درست کنم با این طلومای قدیم. خیلی خوشم میاد. از بچگی هم یادمه که وقتی روستا میرفتیم خودم میرفتم بالا سرشون وای میسادم بهشون کمک کردم. بله فکر کرده چی مثلا روستا نمیرفتم؟ مثلا میخوای کلاس بذاری؟ مثلا خیلی لاکچری؟ والا روستایی هم خیلی آدمای خوبی، اتفاقا اونا دارن زندگی میکنن، همیشه دوره هم دیگه جمعن. این زندگی شهرنشینی همه رو دور کرده به خاطر اینکه هیچ صفایی نیست، دوره هم جمع شدنی نیست دیگه، نیست بازم نیست. من یادم بچه ها یه بار فکر کنم 10 سالم بود، هر موقع میرفتیم پیکنیک با بابا و با فک فامیلا، این ضبط همیشه تو دستم بود. میرفتیم پیکنیک میذاشتم با صدای بلند بابام دعوا میکرد، میگه بابا چه خبره تو لامصب، مگه اومدی دیسکو هی میزنی میرقصی؟ من از اولم شادی رو دوست داشتم، از اولم موسیقی رو دوست داشتم، از اولم خیلی دوست داشتم انرژی مثبت باشم و بودم. تو داری با قیچی چی کار میکنی؟ این تاج رو برداشتی؟ تاج ابر تو؟ نه اونو برداشتی. ای خدا اونو برداشتی. تو چی میگی؟ من بابا کاش که یه ربات بود میشست فقط به حرفای این دوتا گوش میداد. به رنگ تو خدا داری کلافه حرف شدم. می‌زنی. این حرف میزنه تو این حرف میزنه با من، کلو. این دوتاشون هم با هم دیگه قرن. بعد حرفایی که دارن میخوام صداشون به اون یکی برسه به من میگم من بدبخت باید شنونده باشم. والا دیگه اعصابشون ندارم به خدا. یکی کمکم کنه این جذاب شاهناز لعنتیو. قطع کنم؟ به نظرم آره. میگه کلافه شدی. نره باشه قد میکنه. سحنا دیده اعظم این دو قد